فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، بیننده اول جناب استاد محمد الهی بودن که توضیح خواستن در مورد این که خداوند فرموده مسجد جای پرستش اوست و جای این چیزهایی نیست که در شیعیان انجام میدن مثل عزاداری و روضه‌خوانی و باقی کارها. در مورد این خواستن توضیح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آیه‌ای که ایشون اشاره کردن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اشاره به این دارد که مساجد محل عبادت هستند، برگزاری عبادت هایی که الله متعال مشروع کرده، اهم از عبادت فرضی باشه مانند نمازهای فرض، یا عبادت نفلی باشه نمازهای نفلی، یا عبادات دیگری باشه مانند اعتکاف یا مانند قرائت قرآن. تمام این عبادات مشروع هست و محل این عبادات در مسجد هست که در مسجد مسلمانان باید این نماز رو در واقع اقامه بکنن و این عبادات مخصوص الله متعال هست و به هیچ عنوان هیچ نوع عبادتی رو و هیچ نوع دعایی رو و هیچ نوع استغاثه‌ای رو ما اجازه نداریم که از غیر الله متعال اینو ما در واقع طلب بکنیم. در روایات وجود داره که این حرمت مسجد باید حفظ بشود، نه اینکه در مسجد جشن و پایکوبی در واقع راه بندازن یا این در واقع سینه زنی باشه و اختلاط بین زن و مرد باشه و این کفریاتی که در محرم و در این حسینیه ها و روزه ها در واقع خونده میشه. تمام اینها متضاد هست با اون رسالتی که مسجد داره. حتی در روایات ما داریم اگر کسی در مسجد اعلام کرد که فلان چیز من گم شده، اعلام گم شده ای کرد که مثل قدیم مثلا اعلام میکردند که کلیدی گم شده، گوسفندی گم شده، چیزی گم شده، اگر کسی این اعلام کرد شما بگید لا رده الله الیک، خدا اینو بهت برنگردونه. یعنی این که مسجد محل اعلام شما نیست که بیاید در اینجا از تریبون مسجد اینو استفاده بکنید برای کارهای شخصی خودتون، برای معاملات خودتون، برای تبلیغات خودتون باشه. پس بنابراین رسالت مسجد و مسجد این است که محل و جایگاه عبادت پروردگار متعال هست و در کنار الله متعال هیچ کسی رو نباید پرستش کرد و دین اسلام دین یکتاپرستی و عبادت هست. و در مورد مراسم عاشورایی که در واقع چند تن از بینندگان عزیز این سوالشون بود، من اینو توضیح رو بدم که این نه عبادتی هست و نه تقربی به الله متعال هست و نه نشانه محبت با سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هست. بیچ عنوان این نه تقرب حساب میشه و نه عبادت هست و نه هم نشان محبت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنهم، زیرا که ما میدونیم که جد بزرگوار رسول الله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، از این اعمال، از این نوحه ها و از این آه و ناله ها و از این بی صبری و از سر و صورت زدن بر خود در هنگام مصیبت ما رو نهی کردند. و همچنین در روایات فراوان شیعه وجود داره که اگر کسانی که در هنگام در واقع بی صبری بکنند در هنگام مصیبت، اینها رو از خودشون ندانستند، توصیه های خود اهل بیت هستند به فرزندانشون مانند توصیه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به خواهرشون که بعد از ایشون در واقع نوحه نخونن، سر صورت خودشون رو نزنن، این نوحه خوانی و این عزاداری که صورت میگیره این برخلاف دستور خدا و رسول الله و آیین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هیچ یکی از ائمه شیعه و شیعیان در واقع زمان ائمه چنین اعمالی رو انجام ندادند و هرچی در این زمینه روایاتی رو ساختند و پرداختند، تمام اینها در واقع به خاطر این است که یک نوع منفعتی رو برای علما و برای اون کسانی که زینب بودند در واقع این روایات رو برای خودشون ساختند. و همان گونه که عرض کردم اگر واقعا ما محبت داریم با سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، بهترین محبت این است که ما متبع حسین رضی الله تعالی عنه باشیم، مگر بعد از شهادت حسین رضی الله
الله تعالی عنه زید العابدین چیکار کردند، فرزندان ایشان و خواهر ایشان و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردند. اگر ما واقعا پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، باید در خوشحالی و در غمهایمون مثل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. ما اجازه نداریم از نظر شرعی که به بهانه محبت با یک فردی خلاف دستور خدا و رسول الله و خلاف توصیه خود اون فرد رو در واقع عمل بکنیم. تمام این اعمال یک اعمال بدعت هست، ناشایسته هست و به هیچ عنوان همون گونه که عرض کردن نه تقرب هست و نه عبادت هست و نه نشان محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم.